خواهرها و برادرای مسلمان، یک زن بیوه هستم، شوهرم شهید شده، 4 تا یک طفل دارم. رشتکه کریدیم 6 ماه است، پیسه شیرش ندارم که بخرم. ماه مبارک رمضان است، هیچ گفتاریم چیزی نیست که بخورم. به نام خدا کمکم کنید، همین بطر روزه تانه برم روان کنید. بسیار وضعیتم خراب است، خانه کرایی استم، نه خرج دارم، نه خوراک دارم، نه فرش دارم، نه ظرف دارم، هیچ چیز ندارم. به نام خدا کمکم کنید. همزادکایم گریان میکنن که پدرم کجا برم نان بیارن، نو بیارن. به خدای روز مرا سر هیچ کس نبیره. طفلکم خورد از گریان میکنه و خانه همسایه و کار میرم و 50 روپه. این روز خدا سر هیچ کس نبیره. به نام خدا کمکم کنید. طفل شیرخور دارم، پیسه شیرش ندارم. طفل شیرخور دارم، نمیتونم برم جای کار کنم. حتی بسیار بعضا هستم. این طفل شیرخورم نبود، به گدایی برآمدم. برادر و خواهرها، به نام خدا کمکم کنید. طفل شیرخورم در کار نمیمونید. چی کنم خیلی کجا برایم؟ به گدایی برایم. به نام خدا کمکم کنید. به نام خدا کمکم کنید.